درآمد اتاق رو جمع کنید، در حال حاضر رانت یه هفته برنج دبش نمیشه. برنج دبش، اون چای دبش تمام شد، برنج دبش. شما ببینید برنج در پاکستان $1. $1 برنج هم تو ارزشو میدن 28,500. ما تو مشهد که نزدیک پاکستانیم، رامونم نزدیکم، میخریم 228 تومن 200 تومن. حالا شما حساب کنین رانت یک هفته برنج، همه سرمایه اتاق در کل کشور رو جمع کنین، هر کی هم میره پشت این تریبون پاس میده، پاس گل میده به مخالفین اتاق. اول باید آقای رئیس اینو تذکر بدین، خودمون در درون خودمون یه مقدار مطالعه کنیم ببینیم کجای کارمون گیره، کجای مطلبمون گیره. واقعا برنج، من الان به وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی میگم به زودی برنج دبش، چای دبش رو زیر میاره میره. کجا این تفاوته؟ کجا این تفاوت؟ پول پیش کیه؟ کی از این پول استفاده میکنه؟